سخنان بعدی ما جناب آقای دکتر امینی هستند. ازشون خواهش میکنم که تشریف بیارن و شروع کنن. آقای امینی. اینه که باید زد. بنده با اجازه بزرگترها فقط چند بسیار چیزی مختصری نوشتم و اینو به اطلاع همه میرسونم و قبلا از آقای مهندس مصطفی متشکرم که من پیرمرد رو معرفی کردم. اختیار دارید. مطلبی که من میخوام به عرض شنوندگان برسونم یه عنوانی براش گذاشتم به این که سند دعوت به آغوش باز به عنوان قدیمی ترین عضو جبهه ملی ایران گرامی داشته 56مین سال ملی شدن صنعت نفت را به برگزار کنندگان آن مخصوصاً آقایان محمد فاطمی، منوچهر قنبری و آقای آرش جوان تبریک میگویم و از فرصت استفاده میکنم کارت خبرنگاری خودم را که 56 سال قبل به امضای شهید راه وطن آقای دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز ارگان جبهه ملی ایران رسیده از نظر حضار محترم میگذارم. البته ببینید اون موقع چقدر با سلیقه بودن. الان کارتای معمولی هم روی یک کاغذ یا یک کارتونه. این کارت منه، اینم خودمه که خودم نمیشناسم. یکی پرسید از من گفتم که بله گفیش اونجا. این تاریخ اینجا به امضای آقای دکتر حسین فاطمی، تاریخش 20 ژانویه سال 1951. میشه چند سال قربون؟ 55 سال. 65. یکی به من گفت واقعا این تویی؟ گفتم آن پریچهره که دعوی خدایی میکرد دیدمش ریش تر آورده گدایی میکرد. نه والا این اصلا شما قبول میکنی؟ بگذارید. در حال حالا از دکتر حسین فاطمی بگم خدمتتون که ایشون هم یکی از اون افرادی است که شما اینجا نام بردید. دکتر حسین فاطمی با بهای جان خود آذرگاه وطن پرستی و ایران دوستی را فروزان کرد. اکنون شراره های فروزای آن آذرگاه با شتابی پندار ناپذیر در حال گسترش است. امید که بهروزی یه وطن عزیز ما با وجود سنگرهای مستحکمی چون شماها پایدار بماند. اینک ما در یک مرحله تازه از حیات جبهه ملی ایران هستیم. نیروهای متعدد و متنوعی که در عرصه کارزار هستند نباید یکدیگر را دفع کنند. اگر جبهه استراتژی تازه ای را به کار بندد همه در زیر سایه آن جمع می شوند. زیرا چه کسی می تواند در مبارزه با ارتجاع و استحمار ما را تنها بگذارد؟ این فصل مشترک مبارزه ماست. باید دربها را باز کرد. پذیرا بود و با آغوش گرم هر دگراندیشی را پذیرفت. زیرا ما
از نیروی هیچ مخالف نظام ولایت فقیه بی نیاز نیستیم. پس نمیزنیم، رد نمی کنیم، راه بزرگی در پیش داریم. مقصد دور نیست، همت باید بلند باشد. راه ها بسته نیست، چشم ها باید بینا باشد. برای تفاهم باید پرده ها و حجاب ها بیفتد. باید قبول کنیم که همه افراد در هر طیف سیاسی از چپ تا راست، جمهوری خواه یا سلطنت طلب، اینها چیزهایی می‌دانند. اگر پرده بیفتد ما وارد یک دوره مکاشفه تازه و همدلی تازه و مبارزه عمیق‌تر و جدیتری خواهیم رسید. اینه میگن روشنگری، نه روشنفکری. ما باید وارد یک دوره روشنگری شویم، گذشته های افراد را فراموش کنیم. یعنی حسابی نو برای مبارزه باز کنیم. دوستان من، تاریخ برای عبرت است نه ملامت. مبارزه اعتقاد و عمل است نه قصه و شکایت. مصدق هیچگاه ملامت نکرد، دستمایه‌ای برای عبرت از تاریخ برای ما به ارث نهاد. فاطمی جان بر سر اعتقاد گذاشت. این دو بزرگ قضایا را یکسان نمی دیدند، ولی بر سر منافع ایران و ایرانی و حاکمیت ملی وحدت فکری داشتند. دکتر مصدق صاحب یک آرمان و فاطمی موتور پیش برنده این آرمان بود. اعتراف میکنم بزرگترین افتخار من در زندگی این است که 56 سال قبل، در سال 1951 خبرنگار سیاسی باختر امروز ارگان جبهه ملی ایران بودم و جوانترین عضو جبهه ملی ایران بودم. همواره خاطرات غرورانگیز حسین فاطمی، این انسان مبارز و والا را در قلب خودم زنده نگاه داشتم. دکتر فاطمی جوانی با ذکاوت، روشنبین، هوشمند بود. شم سیاسی و دقت نظری که اون ژورنالیست جوان داشت من در کمتر روزنامه نگاری دیدم. من با تمام روزنامه ها کار کردم. مثلا روزنامه نبود، اطلاعات، کیهان، مجلات، تمام مجلاتی که بود در زمان گذشته. حتی فراموش نمی کنم که برای اولین بار آقای قوام السلطنه که نخست وزیر بود 3 روز دعوتش کردن به لاهیجان. گفت اینم باید بیاد با ما. من رفتم با قوام السلطنه، یه دوربینی هم داشتم. ایشون داشت شطرنج با مادر آقای دکتر علی امینی شطرنج بازی میکرد. من عکس میگرفتم. آخر سر وقتی اومدم یه آلبوم درست کردم و بردم در منزلشون تو خیابون کاخ و دادم به پیشکارشون. پیشکارش گفتش خیلی خوب، من به عرض آقا میرسونم اینا. چند روز بعد منو خواست، گفت میخواد خود شما رو ببینه. چطور این عکس‌ها رو گرفتید؟ این دودی که جلویشون واقعا خیلی آرتیستیک شده بود. بعد یه پاکت به من داد، دیدم تو اون پاکت 100 تومن اسکناسه. اکبرخان بود پیشکار ایشون. گفتم آقای اکبرخان میخوام یه خواهش کنم، به ایشون بگید من میخوام کارمند دولت شم. روزنامه ها به من پول نمیدن. اون مدیر روزنامه به من گفتم که 3 ماه دارم کار میکنم، حقوق بدید. روزنامه‌ای بود به نام آتش، مدیرش میر اشرافی. یه چیزی نوشت برای من، برو میدون مخبر دوله از شرکت پشم باف 3 تا پتو بگیر. حالا ماه جول و جولای گرما 3 تا پتو. یعنی من گفتم واقعا 3 تا پتو. اونم من بچه شیرخوره‌ای داشتم،
یادم یه شیر گیگوز ما میبست بخریم، مثلا پول نداشتم شیره رو بخرم برای این. یعنی میخوام بگم واقعا یه روزنامه نیست، یه دیوونه‌ایه. اصلا این مگه شما خواهید من الان 65 ساله دارم چیز می‌نویسم، شما خواهید یه روزنامه به من پول داده؟